سلام، امروز میخوایم راز خوشمزگی یک قرمه سبزی خوشمزه اصیل ایرانی رو بهتون آموزش بدیم. ابتدا پیازهای نگینی خرد شده با زردچوبه و روغن تفت میدیم. یکم که رنگ باز کرد و حالت شیشه‌ای گرفت، گوشتا رو بهش اضافه میکنیم تا حسابی تفت بخوره. حالا فلفل سیاه، ادویه خورشتی رو بهش اضافه میکنیم. راز خوش عطر بودن و خوشمزگی قرمه سبزی اینجاست. یک قاشق غذاخوری شنبلیله خشک شده بهش اضافه میکنیم و حسابی تفت میدیم. یک قاشق هم رو به گوجه فرنگی برای خوش رنگ بودنش و لعاب انداختنش اضافه میکنیم. حالا سبزی قرمه ای رو که از قبل آماده کردیم و سرخ کردیم به گوشتامون اضافه میکنیم که شامل جعفری، گشنیز، تره، اسفناج، شوید و شنبلیله هستش. سرخ کردیم و به گوشتامون اضافه میکنیم. لطفاً از ما حمایت کنید. لایک و کامنت هم یادتون نره. حالا نمک و آب جوشیده رو بهش اضافه میکنیم و میذاریم حدود 2 تا 3 ساعت جا بیفته و بپزه. در نیم ساعت آخر لیموهای پرک شده، لوبیای پخته شده، لیموهایی که از قبل خیس کردیم که تلخیشون گرفته بشه و زعفرون رو در آخر بهش اضافه میکنیم. نوش جان. امیدوارم که از آموزش امروزمون لذت کافی رو برده باشید.